در ماه مبارک رمضان پای سفره اهالی جنوب سیستان و بلوچستان می‌نشینیم. ساکنان این خطه از سیستان و بلوچستان هموطنان روزه‌دارشون رو به خوردن غذای محلی تباهیگ توصیه می‌کنند. تباهیگ یکی از اصلی‌ترین غذاهای سنتی مردم جنوب استان سیستان و بلوچستان که در ماه مبارک رمضان زینت بخش سفره‌های مردم این منطقه در وعده سحری است. بسیار بسیار خوشمزه است. اگر در سفره 10 نمونه غذا وجود داشته باشه، تباهیگ رو ترجیح میدن به غذاهای دیگه. در اکثر سفره‌های ماه مبارک رمضان این غذا رو مشاهده می‌کنید و غذایی است بسیار خوش‌طعم و سنتی که در موقع پخت بوی اون از چند متری به مشام میرسد. تباهیگ غذای سنتی و خوشمزه که ساکنان جنوب استان سیستان و بلوچستان از گوشت گوسفندی به نام پابوندیگ که خودشون پرورش میدن تهیه میشه. 10 روز مونده به ماه مبارک رمضان نسبت به ذبح گوسفند اقدام میکنند و گوشت اون رو در واقع لایه لایه میکنند به نمک و انار خشک شده و آغشته میشه که مراحل پایانی اون در زیر یک سقف آویزون میشه به جهت اینکه خشک بشه. پلو تباهیگ یا همان بطر تباهیگ مردم منطقه غذایی است بسیار خوشمزه با عطر و طعم مخصوص که زینت بخش سفره‌های مردم منطقه در موقع سحری در جنوب استان سیستان و بلوچستان است.